سلام دوستای عزیز، سارا هستم. بسیار خوشحال هستم که با ویدیوی جدید در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوار هستم که تا آخر ویدیو با ما باشین و این ویدیو بتونه که یک ویدیوی مفید برتان باشه. میخوایم از کامنت های بسیار زیبای شما سپاسگزاری کنم و امیدوار هستم که لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. لایک کردن شما باعث ازی میشه دوستای عزیز که زیادتر از دوستای ما ویدیوها را ببینن، پس لطفاً لایک فراموش نکنین. امیدوار هستم که ویدیوها را شیر کنین با دوستانتون که فکر میکنین که اونا هم به همین نوع ویدیوها ضرورت دارن. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش آهنگ‌های محلی می باشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو میخوایم که از دوستای ما که ممبرشپ خریدن از این کانال بسیار زیاد سپاسگزاری کنم که اینا کمک میکنن که این کانال بتونه که پایدار بمانه، ولی تعدادشون بسیار کم است متاسفانه. امیدوار هستم که دوستای دیگه هم پیدا شون که تا ممبرشپ بخرن از این کانال که ما امکانات زیر داشته باشم که در خدمت شما ویدیو بگذارم. دوستای عزیز، درسای روز یک شنبه ما که درسای آنلاین است، از ساعت 4 دیگر به وقت اروپای غربی شروع میشه تا ساعت 5 و با هر دوست ما به مو شکل خصوصی به مو روش خود تمپوی خود دوست ما این درس ها ادامه میفته و امیدوار هستیم که دوستای ما که میخواین که موسیقی خود رشد بتن با ما بپیوندن. البته دوستای ما که در استرالیا و کانادا هستن که تفاوت زمانی ما و اونا زیاد هستن، ما کامنت میگیرم که تفاوت زمانی زیاد است. دوستای عزیز شما بر من مسیج بتین، اگر تعداد شما زیادتر باشه ما یک زمان دیگه تعیین میکنم درسای آنلاین، یک گروپ کاملا جدید تشکیل میتم که ساعتهایش همچنان بر شما مناسب باشه. دوستای عزیز، موضوع ویدیو امروز ما شروع آموزش آهنگ‌های محلی می باشه. دوستای عزیز، من پلان دارم که 10 آهنگ محلی مست که اکثرا در عروسی ها و محفل‌های خوشی اینا خوانده میشن آموزش بدم و چون تعداد از آهنگ‌ها زیادتر است اینا ما تقسیم میکنم در 3-4 ویدیو کلیپ که به شما خسته کن تمام نشه. دوستای عزیز، اینا آهنگ هایی هستند که تمامشان در یک اسکیل و یا در یک راگ جور شدن که راگ بهروی است یا اسکیل فریجین اسکیل و ریتمی که در اینها استفاده میشه ریتم مغولی می باشه. دوستای عزیز، میریم و شروع میکنیم. دوستای عزیز، اما طوری که ما همیشه گفتیم که آهنگ های مست خوبتر از کرچ بلند خوانده شوند، به خاطر که صدای هنرمند پر انرژی باشه و چون که موسیقی هم بسیار بلند می باشه. دیگر در محفل‌های خوشی ما افغانا خو تمام ما شاهد هستیم که موسیقی چنان بلند است که اصلا اگر هنرمند از کرچ پایین بخونه صدای از روی هیچ کس نمیشنوه و از اون خاطر صدا بسیار از کرچ بلند باید باشه و از یک طرف دیگه مقبول تر است که وقتی که ما از صدای ما از نوت‌های بلند میبره کرچ بلند می باشه صدا پر انرژی می باشه، چون آهنگ مست است خوبتر است که ما از کرچ بالا بخوانیم. خب ما از او خاطر است که می خوایم این آهنگا را از می کرچ اف بخوانم. خب فریجین اسکیل یا راگ بهروی، اگر شما ندیدین دوستای عزیز ویدیو کلیپی که ما جور کردیم او حتما ببینین، من لینک شده بالا میمانم. پیش از اینکه آهنگ میبینین آشنایی پیدا کنین با آکوردهای فریجین اسکیل یا راگ بهروی و امون روشش تمام موضوعاتش که باز آهنگا برتان آسان شوه، یعنی یادگیریش آسان شوه. در این آهنگایی که ما میخوایم دمی 10 آهنگ که ما میخوایم تشریح بتم، اینا تمامش در 1 یا 2 آکورد میشه خوانده شد، یعنی در 2 آکوردم یا بعضی تا در 1 آکوردم مکمل آهنگ میتونیم، یعنی بدون ملودیش خود آهنگ که ما میخوانیم در 1 و یا 2 آکورد خوانده میشه و آهنگا بسیار ساده هستن. از همون خاطر ما در نظر گرفتیم که در هر ویدیو 3 تا آهنگ ما در نظر بگیرم و کوشش میکنم که تشریحشم خلاصه باشه، چون آهنگا ساده است که اقدر زیاد زمان ما رو نگیره. خب اگر من از اینجا بخوانم فریجین اسکیل یا راگ بهروی، نوتای راگ بهروی چی رقم شکل دارن.
گرچه ای آهنگای ما از اینوی په و یا در کامل زیادتر استفاده نمیشن، یعنی اکثر انتامی په هستن و این نوت‌های دیگه تا اینجا استفاده نمیشه و ما امو اسکیل مکمل بر شما میگم، برزی که میشه که شما خودتون میلودی شکل بتین و برتان ساده تر، آسانتر و واضح تر شود. سایری کما نبیسم نامه از بی‌وفایی مرواری دانه دانه، ببندم با پر مرغ هوایی مرواری دانه دانه، ببر مرغک به دست دل برم ده مرواری دانه دانه، بگو صد داد و بیداد از جدایی مرواری دانه دانه، ای خوشنما را بیبی قد و بالا را بیبی ناز و ادا را بیبی جوان مرگی مرا کدی دیوانه مرواری دانه دانه، جوان مرگی مرا کدی دیوانه مرواری دانه دانه. خب شما دیدین که از اینی پایش ما بالا پایین نرفتیم، آهنگ از اینمی اف ماینر کورد شروع شد و از گه شروع شد آهنگ. حالا ما از امرا یک انگشت نشان میدم. نویسم نامه از بی‌وفایی مرواری دانه دانه، ببندم با پر مرغ هوایی مرواری دانه دانه، ببر مرغک به دست دل برم ده مرواری دانه دانه، بگو صد داد و بیداد از جدایی مرواری دانه دانه، ای خوشنما را بیبی قد بالا را بیبی ناز و ادا را بیبی جوان مرگی مرا کدی دیوانه مرواری دانه دانه، جوان مرگی مرا کدی دیوانه مرواری دانه دانه. شما میتونین دوستای عزیز که یک میلودی را انتخاب کنین. ما چرا ای آهنگ ای رقمی یعنی 10 آهنگ خواستم که یک جایی آموزش بدم، بخاطر از اینکه مفلای خوشی ما که میشه دوستای ما وقتی که پایکوبی و رقص میکنن یعنی بعضی وقتها ضرورت میشه که از پشت یک آهنگ دیگه آهنگ مست نواخته شود، دیگه آهنگ یعنی که آهنگ هیچ قطع نشه، برای از اینکه امو محفل خوشی همونطور شاد بمانه و همگی در حالت پایکوبی باشن و ما از امو خاطر از یک آهنگ به بسیار آسانی بتونیم در آهنگ دیگه بریم و این را باید ما یاد داشته باشیم. از اون خاطر من امی مجموعی از آموزشی آهنگا را خواستم که یاد بدم که چطور در یک ریتم و در یک اسکیل یا یک راگ ما میتونیم که چند آهنگ بخونیم تا که در محفلهای خوشی ما زیادتر موسیقی ما یعنی جالب تر باشه. و در تمام آهنگا شما یک میلودی رو میتونین استفاده، چندین قسمت داره میلودی ها و امو تمام قسمت های شما رو تشریح میتونم که باز تمام آهنگا امو یک میلودی است که شما میتونین استفاده کنین و در غیر از او خود میلودی خود آهنگ همین چیزی که شما میخوانین این رو میتونین که در بین بنوازین. میلودی یک توتی اولش قسمی است که
و ملودی دیگهش و ملودی قسمت سیومش که امی ملودی رو میتونیم که در تمام آهنگ استفاده بکنیم. دوستای عزیز، در آهنگ شاکوکو جان اردو ری استفاده شده. شما ببینید که چه قسم ری استفاده میکنیم. این آهنگ هم چنان از امی اف ماینر کورد شروع میشه و از گ شروع میشه. الان نمک شور است و زخم تازه ننداز، الان شاکوکو جان، الان مرا کشتی بشر آواز ننداز، الان شاکوکو جان، الان مرا کشتی با دست خود کفن کن، الان شاکوکو جان، الان با دست مردم بیگانه ننداز، الان شاکوکو جان. زخم تازه انداز، الا شاکوکو جان، الا مرا کشتی بشر آواز انداز، الا شاکوکو جان، الا مرا کشتی با دست خود کفن کن، الا شاکوکو جان، الا شاکوکو جان، الا با دست مردم بیگانه انداز، الا شاکوکو جان، الا شاکوکو جان قنداری قربان، الا شاکوکو جان. در آهنگ بچه ماشی ماشی از اینمی کورد شروع میشه، یعنی اف ماینر کورد، ولی آهنگ از ما شروع میشه و اردوی مده آهنگ استفاده میشه. هم شتمه هم تیور مده آهنگ استفاده میشه و ده بلند استفاده نمیشه، ای ده استفاده میشه اما شد ده استفاده میشه، یعنی کامل ده ما استفاده نمیشه و شد ده استفاده میشه. بچه امشب با منت هوای جنگ است مگر، بچه ماشی ماشی، بچه دل می شکنی دل تو سنگ است مگر، بچه ماشی ماشی، بچه هر دم زبرم
گریختنی میخوایی بچه ماشی ماشی هی بچه در سینه من جای تو تنگ است مگر بچه ماشی ماشی بچه ماشی ماشی شانه مایم باشی بچه ماشی ماشی های بچه شب در بغلم روز کجا می باشی بچه ماشی ماشی همراه یک انگشت. بچه ماشی ماشی شانه مایم باشی بچه ماشی ماشی بچه شب در بغلم روز کجا می باشی بچه ماشی ماشی. دوستای عزیز، اگر تمپویش بر شما زیاد است، از طریق امکانات خود یوتیوب شما تمپوی زیر کم کنین که اگر کمک کنه براتان. دوستای عزیز، میریم ایره در مغولی با تمپوی 50 تمرین میکنیم. نویسم نامه از بی‌وفایی مرواری دانه دانم ببندم با پر مرغ هوایی مرواری دانه دانم ببر مرغک به دست دلبرم ده مرواری دانه دانم بگو صد داد و بیداد از جدایی مرواری دانه دانم خوشنما را ببین قد و بالا را ببین ناز و ادا را ببین جوان مردی مرا کدی دیوانه مرواری دانه دانم جوان مردی مرا کدی دیوانه مرواری دانه دانم جوان مردی مرا کدی دیوانه مرواری دانه دانم. بچه ماشی ماشی بچه دل می شکنی دل تو سنگ است مگر بچه ماشی ماشی بچه هر دم زبرم گریختنی میخوایی بچه ماشی ماشی بچه در سینه من جای تو تنگ است مگر بچه ماشی ماشی بچه ماشی ماشی شانه
بچه ماشی ماشی. بچه بالا